با آزادی آنلاین خوش آمدید. در این برنامه کاربران از فرودگاه کلاب به ما ویدیو فرستادند که در آن دیده می شود دستگاه انتقال باگاج کار نمی کند و مسافران با دست باگاج ها را حرکت می دهند. Аэропорт Кулов. Лентаж кор нами кунад, biz xat padавад mikунad. Hola. ویدیوی دیگری هم که به دست ما رسید از فرودگاه دوشنبه است. مؤلف ویدیو شکایت دارد که نه همه راننده های تاکسی اجازه مسافر بردن از فرودگاه را دارند. او میگوید رهبران فرودگاه تنها تاکسی هایی را به آنجا راه میدهند که به آنها مقبول هستند. ادعای میرم صادق‌آوا و مستانه زین‌الدین‌آوا ساکنان شهر دوشنبه از اینکه دو کارمند پیشین ریاست کارهای داخلی پایتخت آنها را شکنجه کردند و باید جزای سخت گیرند در صحیفه‌های رادیو آزادی واکنش‌های مختلف را به بار آورد. دستم خیلی سکوچه، خودم خیلی سکوچه کردن خوابانه در زمین در همه قابلی که وینی بستم خیلی. آنها گفتند که دو کارمند پلیس که حالا در بازداشت قرار دارند با بدترین شیوه ضمن یک بازپرسی آنها را شکنجه کردند. دلیر قربانوف در صفحه فیسبوکی رادیو آزادی نوشته است که این عمل غیر انسانی در تاجیکستان کی بس می شده باشد. ظاهرا او زیر تاثیر نقل این دو زن نوشته است که آنهایی که شکنجه را روا می‌بینند زن و فرزند پدر و مادر ندارند. آیا آنها هم به مثل اینها انسان هستند یا مخلوقات غیر؟ سوال داده است او. نفر دیگر با نام رئیس در میان ده‌ها شهرنویس به نقل این زنها باور نکرده است. او گفته است همش دروغ است. کارمند دولت در حیاتش این خیل نمی‌کند. در کرسی یادداری فرهاد نورخونوف، عوض سبزایف، اکرام‌الدین اهل‌الدین و امید وهابوف کارمندان سابق ریاست امور داخلی دوشنبه نشستند. نفر دیگر با نام حمایتگر در شرح در سامانه رادیو آزادی نوشته است که این همه خصومت شخصی همین خانواده می باشد و در سود یگان دعوایشان اثبات نشد. با گفته مهرینسا شیرالیوا، خوشتمنی مریم و مستانه، سال 2017 پسرش رستم با اتهام دزدی نیم میلیون دلار ایمه از یک تشکیلات مالی برای 12 سال روانه زندان گردید. اما برای دزدی او پسر دیگرش جونی بیگ و همین طور کلین‌هایش نیز مورد شکنجه قرار گرفتند. دوام یک هفته اخیر درباره اقدام برخی راننده‌های تاکسی در دوشنبه که بوس و کنار در داخل ماشین‌هایشان برای مسافران را منع کرده بودند بحث‌ها زیاد بود. می‌بینیم که همون دختره که خوب کرده دختر پلوس مینوس 1.09 های. این مردک سن سالای مانده 26 ساله 27 ساله. کاربر با نام سعیدت در سامانه رادیو آزادی نوشته است 100% طرفدار راننده‌های تاکسی است که ضد بوس و کنار در داخل ماشینشان هستند. او گفته است که بوس و کنار جفت‌ها در داخل ماشین ناحرمتی بر راننده است. حریم شخصی را در درون ماشینی که مالکش کسی دیگر است عملی ساختن نارواست. مزاج در ماشین بیگانه مهمان است نوشته است او نوشته است در برخی حالت راننده‌های تاکسی به زندگی مسافران دخالت می‌کنند. به نوشته او بار دختری همسایه آنها را یک راننده تاکسی برای رویمال نداشتن سخن‌های قبیح گفته است. اصلا میگن دموکرات یعنی که توجیک داری نمیزه با فکر ما. محمدی کاربر دیگر در اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است که اگر راننده‌های تاکسی بوس و کنار و موسیقی را منع کردند فردا سوار کردن بعضی مسافران را منع میکنند. او گفته است هرچند اکثریت تاکسی ها از خود راننده هاست ولی خط سیر دولتی است و قاعده را باید تنها دولت مقرر کند. مقصدی همون مزاج و ما باید سوق سلامت توجیهش برسونم کار دیگر در این ماشین ما حتی ماندن مغناطیسون و بلند کردن باید ما اجازه پرسه. امیدم محمدجانова در فیسبوک از این عمل راننده‌های تاکسی استقبال کرده است. به نوشته او تاکسی جای جمعیتی حساب می شود و باید هر نفر خودش را در جای جمعیتی احترام کند. شما هم فرستادن ویدیو و خبرهای خود را به ما فراموش نکنید. بر رقم‌هایی که می‌بینید ایما و وایبر و واتساپ و تلگرام داریم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.